فرمودید که ممکنه این بحث ناموس حریم گسترده تری داشته باشه. در جوامعی که ساختار قبیله‌ای، ساختار طایفه‌ای، سنت در واقع پررنگ‌تره در اون جامعه، این قتل‌ها دیگه مسئله ناموس، مسئله حریم گسترده یک جامعه رو در بر میگیره و آبروی یک طایفه، آبروی یک قبیله رو در واقع شامل میشه. دیگه فرد اون در اون نقش فقط خودش صاحب مسئولیت نیست، بلکه یک جریان اجتماعی پشت این قضیه است. پس حتی شاید خودش هم نخواد این کار بله، بکنه، ولی فشار بیرونی او رو مجاب دقیقاً همینه. ببینید ما یه نظریه در واقع نمایش گافمن داریم. گافمن به خوبی این رو توجیه میکنه توی بحث برچسب‌زنی. بحث نمایش اینه که کسی که در واقع میخواد وارد سن بشه یک شخصیت مستقل خودش رو داره پیش از ورود به سن. وقتی که وارد سن میشه و دیالوگ هایی رو در واقع مطرح میکنه، اون دیالوگ ها ممکنه لزوما این نیست که اعتقاد داشته باشه به این دیالوگ ها. دیالوگ هایی رو میگه که یک جریان در واقع کلی اون دیالوگ ها رو تحمیل کرده و ایشون وارد شخصیت و نقش جدیدی میشه و پس از این که در واقع اون جریان یا اون سناریو رو به پایان رسوند و از سن پایین میاد، برمیگرده به شخصیت قبلی خودش. کسایی که دچار چنین در واقع حادثه‌ای میشن، افرادی هستن که جریان و فشار اجتماعی اونها رو سوق میده که اون عمل رو انجام بدن و گاهن وقتی که این عمل رو انجام میدن و اتفاق در واقع اون قربانی کشته میشه، وقتی که اون فرد از اون در واقع جریان فاصله میگیره، چه بسا پشیمون بشه از کارش، ولی اون جریان جمعی و اون حمایت اجتماعی که اون فرد رو مجاب میکنه که مرتکب قتل بشه. خب